محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما قرآن دوستان، همه شما عزیزان مهربانان. الله را شاکریم از اینکه یک بار دیگر در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم توفیق نصیب شد تا همراه شما خوبان و عزیزان باشیم با یکی دیگر از این برنامه ها. اگر برنامه خودتون رو یاری کرده باشید و همراه بوده باشید، در برنامه‌های گذشته قواعد اولیه روحانی کلام الله مجید رو به همراه شما عزیزان مروری کردیم و اشاره داشتیم با آنچه که قبل از شروع تلاوت ما بهش نیاز داریم تا بتونیم قرآن کریم رو راحت‌تر و بهتر تلاوت بکنیم. قواعدی و برخی علائمی برخی قواعد و برخی علائم نیاز هست که ما اونها رو بشناسیم و نحوه تلفظ اون علائم رو و یا حرکات رو بدونیم و اینها رو به همراه شما عزیزان در برنامه‌های گذشته مرور کردیم. من جمله آنچه که در برنامه‌های گذشته مرور کردیم معرفی حرکت فتحه بود و حرکت کسره، حرکت ضمه، صدای کشیده آ، ای، او، علامت ساکن، علامت تشدید، علامت تنوین و به همزه وصل یا الف وصل اشاره کردیم. حروف ناخوانا رو با شما عزیزان مروری کردیم. نحوه تلفظ هر کدوم از اینها رو بیان کردیم و همچنین به علائم به نشانه وقف یا به تعبیر دقیق‌تر و بهتر به نحوه وقف کردن آخر کلمات و آیات هم اشاره کردیم و قرار شد در این برنامه به همراه شما عزیزان از ابتدای کلام الله مجید شروع بکنیم به روحانی و پیش بریم خط به خط تا ببینیم انشاءالله چقدر فرصت باقی هست در این برنامه. انشاءالله به همراه شما اینا رو مرور بکنیم و تماسهای شما عزیزان رو هم خواهیم داشت. میان برنامه کوتاه می‌بینیم، برمیگردیم. شما عزیزان هم انشاءالله مصاحف خودتون رو آماده داشته باشید تا از ابتدای سوره مبارکه حمد، گرچه که میدونم همه عزیزان روحانی حمد رو بلد هستن و بلکه حفظ هستن، اما به خاطر اینکه قواعد رو تطبیق بدیم روش از ابتدای حمد شروع می‌کنیم و از ابتدای بقره انشاءالله این موضوع رو با شما یعنی روحانی قرآن کریم رو ادامه میدیم. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل قرآن اهل الله و بندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد. خوبان و عزیزان، سوره مبارکه حمد رو ما هممون از ابتدای بچگی اولین چیزهایی که الحمدلله در خانواده های مسلمان پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر و مادرها به فرزندان خودشون یاد میدن سوره مبارکه حمد هست و سوره مبارکه حمد سوره هست که به اسمهای مختلفی مشهور. ام الکتاب از مشهورترین اسمهایی است که سوره مبارکه حمد داره. سوره فاتحه به خاطر اینکه قرآن کریم با این سوره آغاز میشه بهش فاتحه هم میگن، ام الکتاب هم میگن، مادر کتاب، و میشه گفت که مهمترین سوره کلام الله مجید است. ما در قرآن کریم در سوره مبارکه هجر الله متعال
نام سبع مثانی هم به سوره مبارکه حمد دادند و یعنی 7 آیه‌ای که تکرار میشه. از اونجایی که این 7 آیه همیشه در نمازها خونده میشه، سوره مبارکه حمد داره اهمیتش همین کافیه که در هر نمازی در هر رکعتی باید سوره مبارکه حمد تلاوت بشه و بزرگان و مفسرین برخی نظرشون بر اینه که کل قرآن کریم بعد از سوره مبارکه حمد از ابتدای بقره تا آخر سوره ناس تفسیر سوره حمد هست. در روخانی سوره مبارکه حمد حتما عزیزان مد نظرتون باشه که در ابتدا ما هر وقت بخوایم قرآن رو تلاوت بکنیم نعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم و این نعوذ بالله من الشیطان الرجیم در مصاحف نوشته نمیشه اما خونده میشه بنا به دستور الله متعال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هر وقت میخواهید که قرآن رو تلاوت بکنید به الله تعالی پناه ببرید. به همین خاطر در ابتدای تلاوت ما هر وقت میخوایم قرآن تلاوت بکنیم ابتدای تلاوتمون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو میگیم. در غیر از اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم هست. کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو تلاوتش رو تلفظش رو هممون صحیح ادا میکنیم اما به خاطر اینکه قواعد رو رویش تطبیق بدیم با هم شروع میکنیم به سوره مبارکه حمد و از ابتدای سوره مبارکه حمد شروع میکنیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم رو روی بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره مبارکه حمد اختلاف نظر بین فقها هست و برخی از مفسرین در اینکه آیا این بسم الله جزء سوره هست یا نیست. برخی بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء سوره مبارکه حمد میدونن، به همین خاطر آیه اول حساب میکنن بسم الله الرحمن الرحیم رو. در مصاحف عثمان طاها اگر شما نگاه بکنید سوره مبارکه حمد رو وقتی که باز کنید آیه اول رو میبینید بسم الله الرحمن الرحیم هست و شماره آیه رو همیشه آخر آیه می‌نویسن. این رو هم مد نظر شما عزیزان باشه. با هم تصویر سوره مبارکه حمد رو ببینیم و شروع بکنیم از ابتدای سوره مبارکه حمد قواعدی رو که خونده بودیم با هم تطبیقی شروع بکنیم. احمد جان تصویر رو داشته باشیم با هم. این سوره مبارکه حمد است و فقط از اونجایی که میدونم همه عزیزان مسلط هستن به سوره فقط اکتفا میکنیم به قواعد. بسم الله الرحمن الرحیم رو ما داریم. بسم الله الرحمن الرحیم در خط اول کلمه ب رو داریم، اینجا کسره داره، ب سین ساکنه به همراه ب خونده میشه، همیشه ساکن به همراه ما قبلش خونده میشه بس. اینجا میم باز میم ساکن میم کسره داره، میم کسره دار بعدش یک الف اومده، بعد از میم یک الف هست، این الف روش یک صاد کوچک هست و گفتیم الفی که روش یک صاد کوچک باشه به این معناست که در هنگام وصل خونده نمیشه. لام لفظ جلاله الله هم لام اول چون هیچ حرکتی نداره خونده نمیشه و ما گفتیم حروف ناخوانا حروف والی واو الف لام یا هر وقت هیچ حرکتی نداشته باشن خونده نمیشه. بعدش میرسیم به لفظ لام دوم لفظ جلاله الله، لام دومش که روش یک تشدید داره و ما در قواعد روخانی بیان کردیم که هر وقت کلمه حرفی تشدید داشت اون حرف تشدید دار یک بار به کمک ما قبلش خونده میشه به حرکت ما قبل، به کمک حرکت ما قبل، یک بارم به همراه اون حرکتی که بالای تشدید است. در این کلمه لفظ جلاله ما میم لفظ میم کسره میم میچسبه به لام میشه بسم مل. بعدش ما یک لفظ جلاله رو بسم الله اینجا تا اینجا بسم الله. اگر بخوایم دوباره این رو که باید بچسبونیم به کلمه بعدی، این الف کلمه الرحمن هم همزه وصل داره دقیقا مثل لفظ جلاله الله خونده نمیشه، لام بعدش هم که علامتی نداره باز خونده نمیشه. این کسره ها میچسبه به ر چون ر تشدید داره و نیاز داره به حرکت ما قبلش بسم الله. باز خود ر یک بار به همراه کسره ما قبل خونده میشه، یک بار به همراه فتحه‌ای که بالای تشدید داره بسم الله باز این ر چون بعدش ساکن اومده دوباره این ساکن ه نیاز داره به حرکت ما قبل
ر میچسبه به ه. پس اینجا ر یک بار به کمک ه ما قبل خونده میشه، یک بار کمک میکنه برای خواندن های ما بعدش. بسم الله میم هم یک الف کوچک بارش هست، رحما، نون هم یک کسره داره، رحما نه تا اینجا. بسم الله الرحمن. کلمه الرحیم الف علامت صاد داره، یعنی در هنگام وصل خونده نمیشه. لام هم هیچ حرکتی نداره، باز خونده نمیشه. ر تشدید داره، به کمک ما قبلش باید خونده بشه. از نون ما قبلش کمک میگیریم، حرکت نون کسره ما قبل، و یک بار هم به همراه فتحه خودش. بسم الله الرحمن را. این کلمه حرف آخری ه اینجا کسره داره، بعد از ه یا اومده، بعد از ه یا اومده، یا یک حرکت نداره و ساکن هست. اینجا گفتیم هر وقت بعد از کسره یا بیاد، یا یک حرکت نداره یا ساکن هست، اونجا صدای ای میده، میشه حی. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ادامه بدیم، اگر بخوایم ادامه بدیم آیه رو، این میم که آخر هست حرکت کسرهش خونده میشه اگر بخوایم ادامه بدیم. اما اگر نخوایم ادامه بدیم، بخوایم وقف بکنیم اینجا وایستیم آخر آیه، همیشه گفتیم که در آخر آیات هر جا که بخوایم وایستیم یا هر کلمه یا آیه که بخوایم آخرش وایستیم و بایستیم و ادامه ندیم تلاوت رو، باید ساکن بخونیم. به همین خاطر در آخر اگر وایستادیم میم ساکن میشه. وقتی میم ساکن بشه چطور خونده میشه؟ میشه رحیم. میم حرکت نمیکنه، همین که زبان به مخرج میم رسید همونجا وای میست. رحیم نشه، رحیم اینجوری نشه، رحیم. این وقتی هست که ما وای میستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این از آیه بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه لفظ تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم که بنابر نظر بعضی از فقها آیه اول و جزئی از سوره مبارکه حمد میدونن. در بقیه سوره ها اختلافی نیست، اختلاف فقط در سوره مبارکه حمد است. البته ما خود لفظ بسم الله الرحمن الرحیم رو هم در خلال آیات کلام الله مجید در سوره مبارکه نم داریم که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اینکه خود این بسم الله الرحمن الرحیم یکی جزئی از آیات قرآن کریم هست، شکی در این نیست، چون در سوره مبارکه نم در خود خلال آیه اومده. اما اینکه هر سوره‌ای در ابتداش بسم الله الرحمن الرحیم، آیا بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء سوره هست یا نه، فقط روی مسئله سوره مبارکه حمد اختلاف نظری وجود داره. در بقیه اختلاف نظری نیست که سوره های دیگه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره نیست، و اما نوشته میشه و خونده میشه. یعنی در ابتدای سوره وقتی که ما شروع میکنیم غالبا بسم الله الرحمن الرحیم رو میخونیم، و در نمازها هم همینطور ما هر وقت که سوره حمد رو میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم رو میخونیم، و بهتر هست که سوره دیگری هم که خونده میشه بعد از هم، اگر از محل خصوص که ابتدای سوره باشه، بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشه. بریم به سراغ آیه بعدی، یا بنا به قول برخی از فقهای دیگه آیه اول سوره مبارکه هم. این تصویر رو دوباره میبینیم با هم. آیه اول یا آیه دوم روی این اختلاف نظر. به هر حال الحمدلله رب العالمین خوندنش رو که همه بلد هستیم، اما بیایم قاعده رو، قواعدی رو که داشتیم بیشتر روش تطبیق بدیم. این الفی که اینجا میبینیم یک صاد روش داره. این صاد رو ما اینجا هم در کلمه الرحمن هم میبینیم، در کلمه الرحیم هم میبینیم، در کلمه العالمین اینجا بالا هم میبینیم، و این صاد رو ما اینجا در اهدنا الصراط المستقیم هم میبینیم، در کلمه المستقیم هم دوباره اینجا میبینیم، کلمه الصراط هم اینجا میبینیم، کلمه الذین هم اینجا میبینیم، در یعنی کلا در خود المغضوب علیهم هم میبینیم. این الف رو به خاطر همین من تاکید زیادی داشتم در هنگام درس این الفی که روش یک صاد هست، یعنی در هنگام وصل خونده نمیشه. اگر ما بخوایم بسم الله الرحمن الرحیم رو بچسبونیم به کلمه الحمد، اینجا نه خود میم بسم الله الرحمن الرحیم دیگه ساکن تلفظ میشه و نه این الف نیازی به خواندنش هست، چون این الف در هنگام وصل خونده نمیشه و میم هم در هنگام وصل دیگه ساکن نمیشه. اگر وصل بکنیم اینطوری میشه
میشه بسم الله الرحمن الرحیم. مل. این لام چون ساکنه به کمک حرکت کسره میم خونده میشه. اگر در هنگام وصل بخونیم بچسبونیم آیات را به هم میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد. اگر جایی شنیدید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد تعجب نکنید، درست. اما خب بهترینه که آخر آیات وقف بشه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ابتدا که شروع میکنیم، حالا اینجا این الف هیچ حرکتی روش نداره و این علامت صاد هم بارها توضیح دادیم خودش نشان از حرکت نیست، نشان از اینه که در هنگام وصل خونده نمیشه. اگر وصل نشد باید یک حرکتی به این بدیم. حالا این الف رو باید حرکت بدیم. چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم به ما بعدش. قاعده کلی که برای رمز وصل گفته بودیم یادتون هست حتما عزیزان، گفتیم که هر وقت الفی که صاد داره در ابتدای کلام اومد و بعدش ابتدا اومد یعنی مجبوریم به این یک حرکتی بدیم، بعدش لام بود، هر وقت الفی که روش یک صاد داره در ابتدا قرار گرفت و ما مجبور شدیم بهش یک حرکتی بدیم مثل اینجا و میخواستیم بهش حرکت بدیم، بعدش رو نگاه میکنیم. اگر لام بود همیشه بهش چی میدیم؟ یک علامت فتحه میدیم، صدای ا بهش میدیم. اگر لام بود، اگر لام نبود بگذارید هر وقت که لام نیامد با صحبت بکنیم. خب هر وقت لام بود بهش یک صدای ا میدیم. اینجا در این آیه برگردیم سراغ تصویر. اینجا ما یک صدای ا میدیم به این، میشه ال. لام رو به کمک این صدای ای که به این الف داده میخونیم ال. خب ح، این که خودش فتحه داره ح. میم ساکنه، نیاز داره به کمک ما قبلش، یعنی ما اینجا باید میم رو به کمک حرکت ما قبلش بخونیم. هم ال هم. خب الحمد. بریم سراغ لفظ جلاله. این لفظ جلاله الله، لام کسره داره میشه ل. لام وسط همیشه مشدده و یک فتحه داره. این لام لفظ جلاله همیشه الف، بعضی جاها روی مصاحف، بعضی مصاحف یک الف هم روش بالاش میگذارن، الف میگذارن، صدای آ میده. این لام رو با الف میخونیم، لا میخونیم، لا نمیخونیم، لا لیلا. خب اینجا لام اول که مشدده، این لام لفظ جلاله لام وسط یک بار به کمک ما قبل خونده میشه، یک بار هم همراه حرکت فتحه‌ای که خودش داره. لیل لهی. یک دقت بکنید عزیزان روی نحوه تلفظ لفظ جلاله. بعضی وقتا لفظ جلاله پر خونده میشه، بعضی وقتا خفیف خونده میشه. مثلا در بسم الله الرحمن الرحیم نمیگیم بسم الله الرحمن، بسم الله. اما بعضی جا هست کلمه لفظ جلاله پر خونده بشه، مثلا هو الله. ببینید دهان به سمت بالا باز میشه، هو الله. بسم الله، دهان از بغل باز میشه، بسم الله. این تفاوت چه موقع لفظ جلاله پر خونده میشه و چه موقع خفیف خونده میشه و یا به اصطلاح نازک خونده میشه. هر وقت کسره باشه قبل از لفظ جلاله همیشه خفیف خونده میشه و هر وقت فتحه باشه و یا ضمه باشه پر خونده میشه. اینو مد نظرتون باشه. هر وقت قبل از لفظ جلاله الله تعالی، قبل لفظ جلاله الله کسره بیاد باریک خونده میشه و هر وقت ضمه بیاد و فتحه بیاد پر خونده میشه. اینجا الحمد لله، نمیگیم لله. الحمد لله. خب تا اینجا الحمد لله. کلمه بعدی این ر فتحه داره میشه را، به تشدید داره، یعنی اینکه ما یک دفعه بعد این ب رو به همراه ما قبل بخونیم، یک بار خودش تنها با این حرکت کسره‌ای که این زیر داره. رب ب. کلمه العالمین الف در هنگام وصل خونده نمیشه. این الف چون قبل و بعدش کلماتی وجود داره، ما اینجا میخوایم این ب رو وصل کنیم به بعدش، دیگه الف خونده نمیشه. لام ساکنه، لام ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره، از حرکت ما قبلش استفاده میکنیم که کسره هست. الف هیچ نقشی نداره اینجا چون حرکتی نداره.
لام از ب استفاده میکنه برای تلافت لام. برای تلفظ حرف لام ما نیاز به حرکت داریم، از حرکت ب کمک میگیریم، میشه رب بیل رب بیل. اینجا به یک بار به کمک حرکت فتحه ما قبل خونده شد، یک بار حرکت کسره ب باز سبب شد تا ما لام رو به وسیله اون بخونیم. رب بیل رب بیل. بریم جلوتر. این حرکت فتحه داره، بعد از فتحه این یک الف اومده و گفتیم اگر به خاطر داشته باشید در معرفی صدای کشیده آ هر وقت بعد از فتحه حرف الف بیاد، حرکت الف بیاد که بعضی وقت اینجوری نوشته میشه یک حرف کوتاه، دیگه نمیشه ا، میشه آ، دیگه نمیشه ا، میشه آ. رب الع رب الع نمیگیم ع میکشیمش. رب الع لا. میم بعدش یا اومده کسره داره، بعدش یا اومده، میم کسره دار بعدش یا اومده، بعد از کسره هر وقت یا اومد ای میشه، ای می، این میشه می. رب العالمین. اگر ادامه بدیم میشه رب العالمین. اگر ادامه بدیم، اگر وایستیم که بهتر وایستیم میشه رب العالمین. همیشه در هنگام وقف حرکت حرف آخر ساکن میشه مگر در یک حالت که هر وقت که دیدیم بهش میرسیم، اونم تنوین ان هست که هر وقت اونجا وایستیم دیگه نمیشه ساکن، نمیشه آ میشه، تنوین ان دیگه، بقیه حالت ها همیشه ساکن میشه. یه بار دیگه اینو آیه رو با هم بخونیم. الحمد لله رب العالمین. مین. الحمد لله رب العالمین. این وقتی هست که ما در پایان آیه وقف میکنیم. اما اگر کسی دوست داشت که این آیات رو به هم وصل بکنه، اگر خواسته باشیم این کلمه رو وصل بکنیم با آیه بعدی، کلمه العالمین، خود عالمین هم اگر بخوایم از ابتداش بخونیم، چون بعد از این الف لام اومده یک فتحه بهش میدیم میشه العالمین، اما اینجا در وسط آیه این کار نمی کنیم چون ما قبل بعدش رو به هم وصل میکنیم. بریم آیه بعدی. در این آیه ما الف وصل داریم، در ابتدا قرار گرفته، نیاز داریم بهش حرکت بدیم، بعدش لام اومده بهش یک صدای فتحه میدیم میشه ا، این میشه ا. لام لفظ الرحمن، این لام هیچ حرکتی نداره، این لام هیچ حرکتی نداره. چون هیچ حرکتی نداره ما هم بهش هیچ حرکتی مثلا این در نظر نمیگیریم، نمیخونیمش، هیچ خونده نمیشه. حرف واو، الف، لام، یا همون والی اگر سر هم بنویسیم، این چهار حرف هر جا حرکتی نداشتن خونده نمیشن. خب میرسیم به حرف بعدی، را. حرف را تشدید داره، نیاز داره به حرکت ما قبلش. یک بار با کمک ما قبل خونده میشه، یک بار تنها خودش به همراه این فتحه‌ای که این بالا هست. ما الان برای خواندن را نیاز به حرکت فتحه این الفی داریم که ما خودمون بهش فتحه دادیم. چطور میخونده میشه؟ میشه ار 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 یه بار، بعد یه بارم خودش خونده میشه با صدای فتحه ار را، دو بار ار را، یه بار ساکنه یه بار فتحه داره. ار. اینجا باز بار دوم که ر رو میخونیم، چون بعدش هم ه ساکن هست، نیاز داریم که این ر رو باز بچسبونیم به ه، چون ه خودش تنهایی خونده نمیشه، نیاز به کمک ما قبل داره، میشه ار. خب میم فتحه داره، بعد از فتحه الف اومده. کلمه الرحمن رو ببینید چگونه نوشته شده. اینجا میم و نون به هم چسبیده، این الف کوچیکی اینجا گذاشته شده. ما در فارسی غالبا کلمه الرحمن رو که می‌نویسیم بعد از میم یک الف بزرگ میگذاریم، بعد الرحمن رو با یک الف می‌نویسیم. خب بعد از فتحه الف اومده، دیگه نمیشه ا، میشه آ، دیگه نمیگیم ما، میگیم ما. الرحمن تا اینجا الرحمن. خب حالا برگردیم آیه قبلی رو اگه بخوایم بچسبونیم به این،
این وقتی بود که اگه ما خواسته باشیم از ابتدای آیه بخونیم الرحمن، حالا بذارید این الرحیم رو هم تمام بکنیم بعد ربط آیه قبلی رو بعدی رو بگیم. اینجا کلمه الرحیم هم دقیقاً مثل کلمه الرحمن چون در وسط قرار گرفته دیگه این الف خونده نمیشه. اینجا العالمین هم همین کارو باش کردیم چون در وسط قرار گرفته. الف خونده نمیشه، لام هم حرکت نداره خونده نمیشه، ر تشدید داره یک بار به کمک حرکت ماقب که کسره نون خونده میشه، یک بار تنهایی خودش میشه چی؟ الرحمن نر را نر را، یه بار با کمک نون نر را الرحمن را. حالا تا اینجا ه کسره داره بعدش یا اومده میشه ای، صدای ای میده میشه هی، نمیشه ه میشه هی. م اینم م داره. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، دقیقا همون چیزی که در بسم الله الرحمن الرحیم بود. اونجا چون کلمه الرحمن با لفظ جلاله قبلش وصل شد بر الرحمن دیگه الف و لام خونده نشد، بسم الله الرحمن الرحیم شد. اینجا چون خودش اومده اول الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اگر وصل کنیم، چون ما وای میستیم آخر آیه دیگه میم رو کسره نمیدیم. درسته که اینجا کسره هست، این کسره وقتی خونده میشه که ما وصل کنیم این آیه رو با آیه بعدی، اما وقتی که ما وصل نمی کنیم این رو نباید دیگه کسره بخونیم، باید ساکن بخونیم. میشه چی؟ الرحمن الرحیم. ببینیم حالا آیه قبلی رو میخوایم وصل کنیم به این آیه یا این رو وصل کنیم با آیه بعدی. آیه قبلی رو اگه بخوایم وصل کنیم به این آیه چطور میشه؟ اینجا دیگه نون کلمه عالمین حرکت فتحه خودش رو حفظ میکنه، این حرکت فتحه حفظ میشه و دیگه اینجا الف هم نیازی بهش نیست. کلمه الرحمن نیازی نیست ما الف رو حرکت بدیم چون ما قبل این حرکت قبلی رو میچسبونیم به ر. دقیقاً چطوری میشه؟ میشه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. اینجوری میشه العالمین الرحمن الرحیم. دقت کنید که ما نون رو چسبونیم به را. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اگر اینجا باز ادامه بدیم دیگه رحیم رو ساکن نمی کنیم، ادامه بدیم. خب تا اینجا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. اما اگر وصل کنیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این دو آیه. آیه بعدی میم فتحه داره بعدش یک الف اومده. هر وقت بعد از فتحه متصل الف بیاد نمیشه ا، میشه آ. حرفی که فتحه روش قرار گرفته با صدای آ خونده میشه. میشه چی؟ ما، نمیشه ما، میشه مالکی 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 مالکی. یک مسئله رو هم دقت بکنید عزیزان، بعضی وقتها حروفی هستن خود آ که میگیم ما در تلفظ حرف آ مثلا ما دو تا فرق میکنه، مالکی یا مالکی، مالکی یا مالکی. بعضی وقتا دهان باز میشه به سمت بالا، بعضی وقتا از بغل باز میشه. این رو بهش میگیم استعلا در تجوید. این رو در تجوید بیشتر بهش میپردازیم ان شاء الله، جلوتر بریم مفصلتر مطرح میکنیم. اما به خاطر اینکه مد نظرتون باشه که چرا بعضی وقتا ما صدای آ رو یک کش میدیم، مثلا مالک، همونجوری که در لفظ جلال الله همین اتفاق افتاد، لله، یا میگفتیم هو الله هو الله، بالا میومد صدا انگار که دهان به سمت بالا باز میشه، بعضی وقتا به سمت از بغل انگار باز میشه، لله لله هو الله. بعضی حروف هستن لفظ جلاله که گفتیم چه موقع پر خونده میشه، هر وقت قبلش فتحه باشه یا ضمه باشه پر خونده میشه، دم سمت بالا باز میشه، هر وقت کسره باشه باریک خونده میشه. حروفی داریم اسم حروف استعلا، یعنی بالا رفتن. استعلا یعنی طلب علو کردن، بالا رفتن. و این حروف صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را هستن. 8 تا حرفن. 8 تا حرف داریم که این حروف استعلا نامیده میشن. این حروف فقط هر وقت الف روی اینا بیاد پر خونده میشن، دهان به سمت بالا باز میشه. در غیر اون حروف هیچ وقت دیگه هیچ حرف دیگه به سمت بالا باز نمیشه. مثلا ما نمیگیم مالکی یوم الدین، مالکی، مالکی،
مالک یوم الدین. اما جاهایی هست که مثلا کلمه عالمین نمیگیم عالمین، رب العالمین، رب العالمین، دهان به سمت بالا باز میشه، رب العالمین نمیگیم. اینها حروف اصطلاح هستن، صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را. میشه در بحث تجوید بیشتر راجع به صحبت میکنم. من به خاطر این گفتم که اگر دیدید من تلفظ من گهگداری میگم ولی میخونید کمی شکل پیدا میکنیم، به خاطر این جریان است. برگردیم سراغ کلمه مالک یوم الدین. اینجا میم فتحه داره و یک الف بعدش هست، صدای آ میگیره و چون جور حروف استعلا نیست دیگه آش ما نمیشه، میشه مالکی مالکی مالکی. کلمه یوم واو ساکنه، نیاز به حرکت ما قبلش داره. این فتحه رو میچسبونیم به واو. یو میم هم خودش حرکت داره، کسره یوم. اما اینجا بعدش یک الف داریم که روش صاد داره، در هنگام وصل نمیخونیمش، خب کاری اصلا به این نداره. لام هم هیچ حرکتی نداره، کاری به این هم نداره. این دوتا اصلا خونده نمیشن، هیچ نقشی نداره. بعد از اینها دال تشدید داره، یعنی نیاز داره یک بار به کمک ما قبل خوانده بشه به صورت ساکن و یک بار خودش با حرکت کسره. یعنی یک بار دال اینجا میم میچسبه به دال و دال ساکن تلفظ میشه در بار اول، چون دو تاست گفتیم تشدید یعنی دو تا حرف که اولی ساکن بوده دومی حرکت داشت، در هم ادغام کردیم. در بحث تشدید به تفصیل صحبت کردیم دربارش. و خب اینجا چی میشه؟ یوم دی یوم د تا اینجا بدون این کلمه آخر یوم د. خب چون بعد از این کسره دال باز یا اومده بالا، هم در کلمه عالمین همین رو داشتیم، در کلمه الرحیم هم همین رو داشتیم. هر وقت بعد از کسره یا بیاد، مثل اینجا عالمین بعد از میم یا اومد، یا مثل الرحیم بعد از ه اینجا بعد از کسره ه یا اومد، یا مثل همین کلمه دین بعد از کسره یا اومده. اینجا دیگه صدای ای نمیگیره، صدای ای میگیره. نمیگیم یوم دن، میگیم یوم دی. نونم که اگر وصل کنیم آیه رو میشه یوم دینه، اگر وایستیم همینجا میشه یوم الدین. نون ساکن میشه، حرکت پیدا نمیکنه. یک بار دیگه این دو کلمه آخر رو با هم بخونیم. یوم الدین یوم الدین یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین یوم مید. دقت کنید کسری میم یک کسری ساکن یک کوچیک داره. مید دین مالک یوم الدین. خب حالا اگر این دو آیه قبلی و بعدی رو وصل کنیم، اگه کسی در حالت وصل بخونه اینجوری میشه. از اول مثلا اگر بخوام در حالت وصل بخونیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک. اگر وصل کنیم تا آخر، اگر وایستیم که هر کدوم آخرش ساکن میشه. بریم آیه بعدی. آیه بعدی اینجا یک همزه داریم که خودش یک کسره داره، اینجا دیگه نیازی به حرکت نداره. ببینید فرق این با بالا، اینجا این الفه، این الف. همزه وقتی میگیم یعنی غالبا یک شیش کوچیک زیرش یا بالاش داره. همزه یک همزه داریم، یک الف داریم. الف هیچ شیشی نداره بالا پایینش. همزه وقتی میگیم ظاهرش مثل الفه، ما در فارسی الفه، هر دو تا رو الف می‌نویسیم، اما در عربی بین میگن همزه، اونی که روش یک شیش یا زیرش یک شیش کوچیک داره. با توجه به حرکتش اگه کسره داشته باشه شیش زیرش نوشته میشه، اگر فتحه داشته باشه ضمیر این شیش بالاش نوشته میشه، مثل یک شیش کوچیک. ببینید اینجا مثلا در کلمه انعمت، در کلمه انعمت اینجا بالاش نوشته شده. اینو بهش میگن همزه. همزه غالبا خودش حرکت داره. همزه یا به هر حال نیازی به این نداره که فکر بکنیم مثل الف وصل که چه موقع ما بهش حرکت بدیم. خب اینجا خودش کسره داره، میشه تا اینجا این ای هست. یا تشدید داره، یک بار نیاز داره که با حرکت کسره ما قبل خونده بشه، یک بار هم تنها خودش. فقط دقت بکنیم که این فتحه چون باز بعدش الف اومده باز صدای آ میده، نمیشه ا. خب بخونیمش اینو میشه چی؟ ای ای، نمیگیم ای چون این ساکنه.
این ساکن برای خونده میشه این یا ایاک نعبدو. ببینید این دال ضمه داره، این واو خودش حرکت داره. احیانا بعضی از عزیزان در کلمه نعبدو دچار اشتباه میشن برای تلفظش، نعبدو میخونن، میکشنش. اگر این واو ساکن می بود، یعنی این فتحه روش نمی بود، اینو میکشیدیم. اگر این واو ساکن می بود این کشیده میشه، چون بعد از ضمه واو اومده بود. اما چون واو خودش حرکت داره، حرکت فتحه داره اینجا، این خودش یک شخصیت مستقله. این خودش جدا خونده میشه، این خودش جدا خونده میشه. نعبدو و ایاک نعبدو و ایاک نعبدو و ایاک، اینم که دقیقا مثل همین خونده میشه. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. عین کسره داره، بعد از کسره یا اومده، میشه این نستعین. اینجا چون نون آخره ساکن میشه دیگه، وای میستیم روش. نستعین، دقت کنید نون حرکت ندید در آخر، اینجوری نستعین. همین که زبان به مخرج نون میرسه همونجور زبان رو نگه دارید، هیچ حرکت ندید. اینجا بعضی وقتا عزیزان حرکت میدن، میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نه که شد کسره میگیره. و ایاک نستعین، حرکت نکنه. همیشه این حرکت های آخر رو دقت بکنید. وقتی که سکوت، اگر میخواید این رو وایستید روش، دیگه باید ساکن باشه، دیگه نباید حرکتی دیگه ای بهش بدید. یا اینکه وصل کنیم این رو به آیه بعدی، این رو به ضمه بخونیم، یا اینکه همون ساکن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نون الان هیچ حرکتی پیدا نکرد. اما اگر شد و ایاک نستعین، این که شد دیگه کار خراب میکنه. دقت کنید روی نون هایی که در آخر این آیات هست، یا میم در بسم الله الرحمن الرحیم، در نون در این آیه الحمدلله رب العالمین، یا مثلا مالک یوم الدین، نستعین، اینها نون رو دقت کنید حرکت پیدا نکن. خب حالا اگر ما آیات رو بچسبونیم به هم چطور میشه؟ مثلا آیه قبلی رو با آیه بعدی، این آیه قبلی هیچ تغییر ایجاد نمیشه زیاد در تلفظ، چون اینا هر کدوم برای خودشون ایاک خودش حرکت داشت. اینجا مثلا در آیه اول و دوم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، چون این الف وصل تأثیر میگذاشت در نحوه تلفظ، این دوتا هنگام وصلشون یا هنگام وقفشون، این دوتا آیه با هم تفاوتی در آیه بعدی ایجاد میشد. اگر اینجا وای میستادیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اما اگر بچسبونیم اینو به هم رب العالمین الرحمن الرحیم. اما بین این آیه و این آیه، مثلا آیه 3 و آیه 4 اینجا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرقی بین این دوتا ایجاد نمیشه زیاد. همون کسره فقط در آخر آیه 4 کسره خودش خونده میشه، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی که وایستیم. اما اگر نایستیم صبر کنید آیه بعدی رو بخونیم، باز هنگام وصل کردن این آیه با آیه بعدی اگر کسی بخواد وصل بکنه چطور خونده میشه، باز اون رو بررسی میکنه. خب میرسیم به آیه 6. اینجا ما یک همزه و یک الف وصل داریم، یک الف داریم اینجا که صاد داره روش. یک فرق این الف با الف‌های قبلی داره، با این الفی که در بسم الله در لفظ الرحمن داشتیم، یا الرحیم، یا الحمد، یا العالمین، یا اینجا یا کلمه الدین. اینها الف‌های قبلی همه قبلشون بعدشون لام بود. این به الحمد بعدش لام بود، العالمین بعدش لام بود، الرحمن، الرحیم، الدین، اینا همه بعد از این الف لام بود. و ما یه قاعده کلی گفته بودیم که هر وقت بعد از الف که روش وصل داره لام آمد، ما یک حرکت فتحه بهش میدیم اگر در ابتدا قرار بگیره، مثل این دوتا الحمد و الرحمن، مثل این دوتا که در ابتدا بودن.
و اونایی که در وسط قرار می گرفتن مثل این کلمه العالمین یا مثل الرحیم در اینجا یا الرحمن الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم یا الدین اینجا اصلا خونده نمیشد هیچ. اما وقتی که بعد از الفی که در ابتدا اومده الف وصل، ما مجبوریم این حرکت بدیم، چون ه خودش حرکتی نداره که ما بخونیم، ه خودش ساکنه، نیاز به ما قبل داره. ما مجبوریم اینجا از ابتدای آیه که بخوایم تلاوت بکنیم مجبوریم این یک حرکت بدیم. چیکار میکنیم؟ به بعدی نگاه میکنیم. بعدش هم لام نیست. وقتی بعدش لام نبود، این همون حالتی که گفتیم که در این حالت از همون حالتاییه که ما گفتیم اگر بعد از الفی که بس داره لام اومد که یک فتحه میدیم و مشکل حل میشه. وقتی که میخوایم با خود همین کلمه شروع بکنیم. اگر بعدش لام نیومد نگاه میکنیم که خب بعدش که ساکنه، بعد از ساکن چه حرکتی است؟ اگر بعدش لام اومد همیشه فتحه میگیره. اگر بعدش لام نیومد فتحه نمیگیره. این یادتون باشه. اگر الفی که بعدش الف صاد بعدش لام اومد همیشه فتحه میگیره در حالت حرکت، در هنگامی که بخوایم ازش شروع بکنیم. اما اگر بعدش لام نبود فتحه نمیگیره، یا کسره هست یا ضمه، یکی از این دوتاست. چه موقع فتحه میگیره، چه موقع کسره میگیره و چه موقع ضمه میگیره، این رو نگاه میکنیم به بعد از ساکن. خود الف بعدش همیشه ساکنه. بعد از ساکن حرکتش چیه؟ بعد از ساکن چه حرکتی است؟ اگر ضمه بود به این ضمه میدیم، اگر کسره بود به این کسره میدیم، اگر فتحه بود دیگه فتحه نمیدیم، چون فتحه مخصوص وقتی بود که بعدش لام باشه. اگر فتحه بودم بهش کسره میدیم. اینو مد نظر عزیزان باش. اگر بعد از الف صاددار لام نبود همیشه یا کسره میگیره یا ضمه. چه موقع کسره میگیره چه موقع ضمه؟ نگاه میکنیم بعدش که ساکنه. بعد از ساکن چه حرکتی است؟ اگر حرکت بعد از ساکن فتحه کسره بود بهش کسره میدیم، ضمه بود بهش ضمه میدیم، اگر فتحه هم بود باز بهش کسره میدیم، فتحه نمیدیم. ببینیم اینجا در این کلمه ما چی داریم. در این کلمه ما الان بعد از الف لام نیست، پس فتحه نمیگیره، نمیگیم فتحه نمیگیره، یا کسره هست یا ضمه. کدوم یکی هست؟ نگاه میکنیم بعدش که ساکنه، بعد از ساکن چی هست؟ حرکت بعد از ساکن کسره هست. چون کسره هست ما هم به این یک صدای کسره میدیم. چی میشه؟ میشه تا اینجا میشه د. نونم که فتحه داره بعدش الف اومده میشه صدای میده، اهدنا میشه. خب اهدنا تا اینجا، این تا اینجاست فقط. خب پس متوجه شدیم که به این الف فرق این الف با الف الحمد و الف الرحمن که فتحه گرفتن در چی بود؟ چون اینا بعدش لام اومده بود، اینجا بعدش لام نیومده و وقتی که بعدش لام نیاد قاعده کلا فرق میکنه دیگه، هیچ وقت فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضمه، با توجه به حرکت با بعد ساکن که اگر فتحه باشه و کسره باشه کسره میگیره و اگر ضمه باشه ضمه میگیره. خب بریم خط بعدی. اینجا ما الف داریم دوباره صاد داره، یعنی در هنگام وصل خونده نمیشه. این لام هم که هیچ حرکتی نداره پس هیچ وقت خونده نمیشه. اینجا صاد تشدید داره، یعنی یک بار به کمک حرکت ما قبلش باید خونده بشه. نه این حرکت داره این لام، نه این الف حرکت داره. حرکت ما قبل چیه؟ برگردیم ببینیم آخرین حرکت ما قبل چی بود که ما این صاد رو به کمکش بخونیم. برگردیم عقب. این لام که هیچ، الف این صاد دارم به دردمون نخورد. بیایم روی این خط. این الف هم هیچ حرکتی نداره، روی این حرکتی ما نمیبینیم. این الف فعلا حرکتی از خودش نداره. خب اینم به درد ما نخورد. الان این سه تا حرف ما قبل صاد به کمک ما نیامد. نه این لام چون هیچ حرکتی نداره، نه این الف اینم حرکتی نداره، و نه این الف اینم حرکتی نداره. الان ما برای تلفظ این صاد که اولیش ساکن هست، تشدید که نیاز به حرکت ما قبل داریم، از حرکت فتحه نون باید کمک بگیریم. از این نون باید کمک بگیریم. چطور میخونیم؟ خب د نص این نون رو مستقیم فتحه نون رو میچسبونیم به صاد. فتحه نون رو میچسبونیم به صاد. این وسط دیگه اتفاقی که میفته این الف هم هست میشه دیگه، صدای نا اهدنا به تنهایی اگر خونده بشه میشه اهدنا.
اما چون اینجا ما این نون رو مجبور شدیم که این فتحه رو بچسبونیم به صاد، دیگه اون الف هم حذف میشه، این الف وصل هم خونده نمیشه، این لام هم خونده نمیشه، میشه اهدیناس ناس ناس. این نون مستقیم میچسبه به صاد، فتحه این نون. نمیگیم اهدناس اهدناس، نه اهدناس اهدناس سه اهدناس سه. این صاد تا اینجا اینجوری تلفظ میشه. بعد از را، بعد از صاد را هست، را فتحه داره، بعد از فتحه الف هست، صدای آ میده. و ر گفتیم را هم یکی از اون حروف هشتگانه اصطلاح هست، صاد ضاد تا وا عین و قاف و خا و را. را پر خونده میشه، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. میشه چی؟ اهدینا الصراط صراط صراط اهدینا الصراط. نمیگیم صراط صراط. اهدینا الصراط اهدینا الصراط. تا اینجا. کلمه بعدی رو ببینیم. این الف در هنگام وصل خونده نمیشه، نیازی بهش نداریم. این لام ساکنه، این لام اینجا خونده میشه. ببینید این لام ساکنه، این لام الصراط خونده نشد چون هیچ حرکتی نداشت، اما لام المستقیم این لام خونده میشه چون ساکن داره بالاش، این علامت ساکنه. خب اینجا تا میچسبه به لام چون ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره. طال طال مس. این سین هم میچسبه به میم چون سین با ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره. قی. قاف کسره داره بعدش یا اومده، صدای ای میده. قی مستقیم. چون میم آخر قرار گرفته روش حرکت فتحه هست در هنگام وصل، نه در هنگام وقف. حرکت فتحه‌ای که روی میم هست فقط برای هنگام وصل هست، یعنی وصل کردن این آیه با آیه بعدی. اما وقتی که وایستیم دیگه فتحه در کار نیست، ساکن خونده میشه. میشه چی؟ اینجا میشه، از اینجا اگر از ابتدا شروع بکنیم، اهدینا الصراط المستقیم اهدینا الصراط المستقیم مستقیم. این رو عزیزان داشته باشید. من تصویر من قطع شد. احمد جان تصویر لپتاپ من فعلا خاموش شده، بذارید تا من اینو دوباره روشن میکنم. فکر کنم شارژش ته کشید. تا این آیات رو فعلا تا اینجا پیش اومدیم به همراه شما عزیزان. اجازه بدید من چون تصویر داشته باشم یک میان برنامه کوتاه بگیریم، من مشکلی رو برطرف بکنم. انشاءالله برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم. این سوره رو حداقل تموم بکنیم. گرچه سوره حمد رو ما بارها از پیش خودمون خوندیم، اما من به خاطر این عمدن امروز از سوره حمد شروع کردم که بدونیم که چرا اینجوری خونده میشه، یعنی دقیق، یعنی ما کامل حرف به حرف، کلمه به کلمه، با قاعده، با ضابطه، با دلیل بدونیم و دانستن این نکات ریز که مثلا ضمه نعبدو نشه، یا مثلا وقتی که سر هم بخونیم چطور خونده میشه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد مثلا، و یا اینکه وقف بکنیم چطور خونده میشه. این نکاتی هست که دیگه تمام شک و تردید ما رو نسبت به تلفظ در این سوره برطرف میکنه و این از اون سوره‌ای هم هست که بعد ما هر چقدر روی سوره حمد کار بکنیم باز هم حق مطلب رو ادا نکردیم، چون در هر نماز ما نیاز داریم که این سوره رو بخونیم. برمیگردیم ان شاءالله باز در خدمتتون هستیم با ادامه تلاوت این سوره. بالقرآن نحيا بسم الله بالقرآن نحيا. بعد سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیزان. بچهای کنترل میگن که تو سوره حمد رو هنوز تو یک ساعت تمام نکردی دیگه، چطور میخوای ادامه بدی؟ این قواعد تکراری میشه دیگه، ما تکرار نمیکنیم قواعدی رو که تکرار میشه در سوره بعد ان شاءالله صفحات بعد خیلی سریعتر ان شاءالله گذر خواهیم کرد، چون بارها و بارها تکرار میشه دیگه نیازی به تکرارش نیست و ما این اولین تجربه عملی تطبیقی ماست در
بحث روحانی قرآن کریم و در برنامه گذشته ما فقط قواعد میگفتیم و مثالهایی میزدیم و به حمدالله تعالی ما این اولین جلسه ای هست که رسما شروع کردیم از ابتدای مصحف و ان شاء الله به همراه شما عزیزان در برنامه‌های آینده سرعتمون حتما بیشتر و بیشتر خواهد شد و قصه نخورید ان شاء الله. برگردیم سراغ سوره مبارکه هم و تکمیلش بکنیم. خب حالا این آیه 6 در این مصحف و آیه 5 در بعضی از مصاحف دیگر، آیه 6 رو گفتیم که چطور باید خونده بشه. خب این رو گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، این تلفظ اینا. خب حالا اگر ما بخوایم آیه قبلی رو بچسبونیم به این آیه 5 رو بچسبونیم به این آیه، چیکار باید بکنیم؟ اینجا دیگه این همزه وصل، اینجا این الف وصل اینجا دیگه خونده نمیشه دیگه. این گفتیم در هنگام وصل هیچ وقت خونده نمیشه. ما چیکار میکنیم؟ ما این نون رو، ضمه نون رو اینجا ما استفاده میکنیم، نون رو با ضمه میخونیم و این ها رو، حرف ها رو به کمک نون ما قبلش میخونیم، به کمک ضمه نون، نه دیگه خود نون، به کمک حرکت نون. چطوری میشه؟ این نون ضمهش میچسبه به ه، اینجوری میشه نستعینه دنا، نستعینه دنا. اگه آیه کامل بخونیم اینطوری میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم و ایاک نستعینه و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دقت کنید که این نون اینجوری میشه، این نون ضمش میچسبه به ها در هنگام وصل کردن این دو آیه. اگر جای عزیزان دیدید که امام اینطوری خون تعجب نکنید. عزیزی میگفت که ما رفته بودیم تو یک مسجدی و این آیات رو به هم بحث کردم و یکی از اون پشت اومد گفت ما یک عمر اینجوری میشنویم که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، تو میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. از کجا آوردی این رو؟ این در هنگام وصل اینطور خونده میشه، در هنگام وصل آیه قبل و آیه بعد به این شکل خونده میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. این در هنگام وصلش، در هنگام وصل کردن دو آیه به هم و هنگام وقف کردن هم که همون چیزی که همیشه به خودمون در حالت عادی میخونیم. خب برگردیم به سوره. پس هنگام وصلش اینگونه شد. تا اینجا هنگام وصل کردن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، تا اینجا وایستادیم. خب اگر اینجا حرکت بدیم مستقیم، این فتحه رو حرکت میدیم. اگر بخوایم اینجا هم ادامه بدیم، بریم آیه بعدی. صاد کسره داره، سه را فتحه داره، بعدش الف هست، مثل اینجا همون کلمه صراط هست دیگه، همون کلمه است. اینجا الف و لام داشت، اینجا نداره. تا فتحه داره، صراط تا اینجا. بعدش این الف در هنگام وصل خونده نمیشه چون روش صاد داره، یعنی در هنگام وصل خونده نشه. لام تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره، یک بار به همراه حرکت ما قبل خونده میشه به صورت ساکن، یک بار به همراه فتحه خودش. اینجا تا میچسبه به لام، صراط ال. شما وقف نکنید، من به خاطر اینکه متوجه بشیم چطور خونده میشه وای میستم، اما نه در هنگام تلفظ وایستاد مکس کرد بین دو تا لام ها. صراط الذین اینطوری خونده میشه، صراط ال. ذ اینجا کسره بعدش یا اومده صدای ای میده، ذی نه صراط الذین انه نشه. یکی از خطاهایی که زیاد مشاهده میشه این کلمه انعمت، زیاد انعمت. بعضی از دوستان اینجوری میخونن صراط الذین انعمت یک حرکت کسره به نون میدن. تمام، همین که به مخرج نون رسیدید حرکت رو متوقف کنید، زمانتون رو نگه دارید همونجا. تمام. انعمت ساکن همیشه به کمک ما قلب خونده میشه. انعمت صراط الذین انعمت
انعمت صراط الذین انعمت علیهم. اینجا کلمه علیهم علیهم صراط الذین انعمت علیهم. برخی از مصاحفی که آیه بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه اول نمیدونن، این آیه آخری که اینجا با هم میبینید آیه 7 رو دو آیه حساب کردن، اینجا علیهم رو پایان آیه میدونن. در کل اتفاقا نظر هست بین همه فقها که سوره حمد 7 آیه است. اون کسانی که بسم الله رو جزء سوره آیه اول میدونن دو آیه آخر رو با هم وصل میکنن این دوتا رو. اونایی که بسم الله رو آیه اول نمیدونن الحمدلله رو آیه اول میدونن این رو دو قسمت میکنن. این آیه آخری که اینجا یک آیه حساب شده تا علیهم یک آیه حساب میکنن، بعدش یک آیه. در مجموع تو این که سوره حمد 7 آیه است اتفاق نظر هست بین تمام فقها و مفسرین. خب بریم ادامه بحث. خب تا اینجا رسیدیم. غیر به تنهایی اینجوری خونده میشه. غیر الف صاد دار در هنگام وصل خونده نمیشه. لام ساکنه. لام اگه این ساکن رو نداشت خونده نمیشد. اگه این ساکن نبود خونده نمیشد. اما چون ساکن هست خونده میشه. ساکن فرق میکنه با حرکت نداشتن. ساکن یعنی نیاز به کمک مقابل داره، اونی که هیچی نداره یعنی اصلا خونده نمیشه. غیرل ذو چرا ذو؟ چون بعد از ضم واو اومده، واوی که حرکت نداره. ببینید فرق اینجا که ذو شد و اینجا که نعبدو نمیشد چیه؟ ایاک نعبدو بودو. اینجا واو حرکت داره، واو حرکت داشت، نمیگیم نعبدو چون این واو خودش یک فتحه داره. این واو خودش تنهاست. اصلا شما فکر کنید این دال تنهاست، فکر کنید اصلا این واوی در کار نیست. من این واو الان بذارم روی این که این دسته رو بذارم روی این واو دیده نشه. این چطور خونده میشه؟ ایاک نعبدو بودو. اون واو خودش تنهاست، اما اینجا این واو به کمک این خونده میشه، به کمک این ذات خونده میشه چون خودش حرکتی نداره. ذو غیر المغضوب. فرق این دوتا رو دقت کنید. ایاک نعبدو غیر المغضوب علیهم. دقیقا مثل همین کلمه است. علیهم غیر المغضوب علیهم. خب کلمه آخر. و اگر این دوتا رو تنها بخونیم، این کلمه آخر رو شما در نظر نگیرید، فتحه بعدش الف اومده میشد لا، ولا به تنهایی این لا میشه، به تنهایی میشه لا ولا، چون بعد از فتحه الف اومد. بعدش یک الف داریم که صاد داره، یعنی در هنگام وصل خونده نمیشه. یک لامی داریم که هیچ هویتی از خودش نداره، هیچ حرکتی نداره، هیچ علامتی هم نداره، خونده نمیشه. این الف خونده نمیشه، این لام هم خونده نمیشه. این ضاد نیاز به حرکت ما قبل داره چون تشدید داره. یک بار نیاز به حرکت، یک بار به کمک حرکت ما قبل خونده میشه، یک بار به تنهایی. اینجا ما چون نیاز به حرکت ما قبل داریم، لام که هیچی نداره، این الف هم که از این فقیرتر، این الف هم از این دوتا باز وضعیتش بدتر، این هم هیچی نداره. دقیقا همون حکایتی که در اهدنا الصراط المستقیم شد. ببینید اینجا هم صاد بود، لام هیچی نداشت، الف هیچی نداشت، این الف هم هیچی نداشت، از فتحه کمک گرفتیم شد اهدناس. اینجا هم همینجوری میشه. این ضاد نیاز به حرکت داره، لام حرکت نداره، الف حرکت نداره، این الف هم حرکت نداره، این لام حرکت فتحه داره. ما حرکت فتحه لام رو کمک میگیریم برای خواندن ضاد. دقیقاً این الف فتح، این لام میچسبه به ضاد، این کلا میچسبه به ضاد و اینجوری خونده میشه. و لام بار اول، ضاد اولی به کمک این خونده میشه، ضاد دوم به همراه فتحه‌ای که اینجا داره و چون بعد از فتح الف اومده صدای آ میگیره. ولا ضا. اینجا دیگه نمیشه ولا ضا، چون این الف و این لام و این الف و این الف و این لام هیچ کدوم این سه تا خونده نمیشن. خب ولا ضا، روی این الف یک علامت مد داریم اینجا، علامت مد، این علامت کلاهی که روی الف ما میگذاریم، کلاهی که روی الف ما میگذاریم اینو بهش میگیم مد. مد رو در هفته
گذشته اگر به خاطر داشته باشید گفتیم این علامت روی هر حرفی که روی واو و الف و یا میاد، فقط روی واو، الف و یا قرار میگیره و هر وقت روی این حروف قرار گرفت به این معناست که اون رو باید شما بکشید بیشتر از حالت عادی، بعد اون رو بکشید و ما گفتیم حداقلش به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی پشت سر هم باید بکشید. این چطور میشه مثلا؟ خب حالا بریم سراغ اینجا دقت بکنید که اینجا اینجوری میشه ولا این اجباری هست، اختیاری نیست، اجباری هست، باید بکشیمش اینو. یعنی اینم این حرکت مد این خودش یه حرکته، اینجوری نگیم خب حالا کشیدیم نکشیدیم، نه، جایی که مد اومده مخصوصا مدهایی که در یک کلمه هست، یعنی قبل و بعدش یک کلمه هست، اینا اجباریه، حتما باید 3 تا کشیده بشه، حتما باید بند حداقلش برخلاف که تا 6 تا هم کشیده میشه، جا داره تا 6 تا حداقلش به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی باید کشیده بشه. برخی از ناظرین روی مد زیاد حساسیت به خرج نمیدن، میگن ولا ضالین، نه، ولا حداقلش 3 تا ولا کشیده میشه، از 3 به بالا 3 4 5 تا 6 تا هم اجازه هست. و شاید دیده باشید اکثر ائمه حرمین و قاری‌ها هست، قاریایی که قرآن میخونن در جای نماز حتما دقت کردید، بارها تلاوتش رو هم با پخش کردیم، تلاوت مختلف رو در برنامه ترنم نور، این الف ولا زیاد کشیده میشه. برگردیم حالا بعد از الف مد دار لام داریم که تشدید داره. این لام تشدید داره یعنی چی؟ یعنی یک بار به کمک معقب خونده بشه، به کمک معقب. حالا اینجا چون ما این مد رو داریم، این مد خودش یک حرکته، این مد رو که ما داریم آخر مد رو میچسبونیم به این لام، دیگه نمیگیم ولا ضالین، نه، چون اینجا مد داریم. اگه مد نشد، اگه این مد نمی بود دقیقاً همین اتفاقی که برای این قسمت افتاده بود، ولا لام چسبید به ضاد هم میچسبید به این لام، میشد ولا ضالین. اما این مد چون مد باید کشیده بشه چی میشه؟ ولا ضال، آخرش فرود میاد روی لام، ولا ضالین، لام اول با باقی مانده مد تلفظ میشه، ولا ضال، این لام اول ساکنه دیگه، لام اول ساکنه، 2 تا لام همیشه تشدید نماینده 2 تا حرفه، یکی ساکن دومی حرکت دار از یک جنس، ولا ضال، این اولی. دومی رو چطور میخونیم؟ دومی خودش کسره داره و چون بعد از کسره یا اومده صدای ای میده، میشه لی، و نون هم اینجا ساکن میشه، ولا ضالین، این هم از این کلمه آخر. یه بار دیگه این آیه رو با هم بخونیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این از این سوره. اگر بخوایم سرهم بخونیم، خب وقف کنده و در هنگام وقف که عزیزان حتما دقت کردن که آخر همه آیات ساکن میشه، اما اگر سرهم بخونیم یک دفعه سعی بکنیم مثلا چند تا آیه رو سرهم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. جا نفس من تموم شد، دوباره از اول شروع میکنم از اینجا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. چون وایستادم مجبور شدم وایستم، بعد ساکن بخونم، اما اگه میخوام ادامه بدم دوباره اینجوری میخونم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. حالا دوباره این دو تا رو من بحث کنیم. اینجوری میشه چون از اینجا از اول دوباره باید شروع کنم، بعد اینو کسره بدم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط، ببینید اینجا فقط هم حرکت فتحه میاد دیگه، فرق زیادی نمیکنه، هم حرکت فتحه ادا میشه.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. این هم از سوره مبارکه حمد. همینقدر کافیه. امروز به سوره مبارکه حمد پرداختیم ان شاء الله. از ابتدای سوره بقره باشه و هفته بعد سوره حمد لازمه. یعنی ما ان شاء الله که بعد از این توضیحات دیگه جای شبهه‌ای برای هیچ عزیزی نمونده باشه که سوره حمد رو چطور بخونیم. سوره مبارکه بقره رو ان شاء الله از هفته بعد به همراه شما شروع می‌کنیم. سرعتون زیاد میشه، قصه سرعت رو نخورین. و قواعد چون داره تکرار میشه دیگه، خیلی از قواعد رو ما اینجا اجرا کردیم. میشه گفت اکثر قواعد رو که درس دادیم ما اینجا اجرا کردیم و در برنامه‌های بعدی ان شاء الله سرعتون بیشتر خواهد شد. یک میان برنامه ببینیم تا شماره رو برای شما عزیزان زیرنویس بکنن و تماس‌های شما عزیزان رو داشته باشیم در تلاوت سوره مبارکه هم از سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سوره ناس فلق، قل هو الله احد یا همون سوره اخلاص و سوره مسد یا سوره تبت یدا ابی لهب و تب. سعی کنید اسم سوره ها رو حفظ کنید. سوره ناس قل اعوذ برب الناس، سوره فلق قل اعوذ برب الفلق، سوره اخلاص قل هو الله احد، سوره مسد تبت یدا ابی لهب و تب هست. سوره تبت میگن خیلی از عزیزان، سوره اسمش تبت نیست، اسمش مسده و اسم تبت مشهوره و اینها رو فراموش نکنید، یاد بگیرید. در این سوره ها ان شاء الله تلاوت شما عزیزان رو خواهیم شنید و بعد از این میان برنامه تماس‌های شما عزیزان رو و تلاوت شما. بسم الله بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بسم الله بالقرآن نحيا. دعای ورود به بازار. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس هنگام ورود به بازار این دعا را بگوید: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله متعال برای او 1,000,000 نیکی می نویسد و 1,000,000 گناه از او پاک می کند و 1,000,000 درجه او را بالا می برد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان، با بخش پایانی برنامه و تماس‌های شما عزیزان در خدمتتون هستیم. احمد جان شماره رو برای شما زیرنویس خواهد کرد و عزیزان لطف میکنن در موضوع برنامه با ما مشارکت خواهند داشت. من خواهش
این برادرتون رو بپذیرید که از سوالهای غیر مرتبط به موضوع برنامه ما که روخانی قرآن کریم هست پرهیز بکنید و تماس که میگیرید لطف کنید که وقتی که صدای بنده رو شنیدید صدای تلویزیونتون رو حداقل ببندید یا از مکانی که تلویزیون هست فاصله بگیرید، چون منتظر نباشید تا صدای خودتون رو از تلویزیون بشنوید. غالباً حدود 15 تا 20 ثانیه صدای شما تأخیر داره، یعنی وقتی که ما صدای شما رو از طریق تلفن بگیریم تا صدای همین صدا رو خودتون از طریق تلویزیون بشنوید 15 تا 20 ثانیه طول میکشه تا صدا بره روی آنتن و از آنتن به شما برسه 15 تا 20 ثانیه طول میکشه. به همین خاطر منتظر نباشید صداتون از تلویزیون بشنوید، با تلفن صحبت کنید و در سوره هایی که ذکر کردم ان شاء الله شروع کنید به تلاوت قرآن کریم. تماس اول رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ من نوریدین از تاجیکستان. ما 3 هفته شد به شما زنگ میزنیم، هر 3 هفته نبرداشتیم. من خیلی معذرت میخوام برادر عزیزم نوریدین جان، من بسیار معذرت میخوام از اینکه خطها بسیار شلوغه. حقیقتا ما دوست داشتیم که تمام تماس ها رو بگیریم، اما اینقدر خطها شلوغ هست که احیانا بسیاری از عزیزان پشت خط میمونن. در خدمت شما هستیم برادرم. انا تو این هفته قصد هر سهوشم میگیریم، هم جیانا میخونن. بفرمایید. خودتون تلاوت میکنید یا کسی دیگری؟ دیانا. السلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من آمینه از تاجیکستان. آمینه خانم تلاوت میکنه. آمینه خانم از تاجیکستان. من میخوام سوره عبس هستم. سوره عبس آیاتشو تلاوت کنم. بفرمایید. سوره عبس و تولا رو میخونن. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. احسنتم. فأنت عنه تلهى. تکرار کنید. فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. احسنتم. ماشاءالله. متشکرم هستم. بو میخونن بسیار میخوندگی. اگر اجازه بدید انشاءالله در برنامه بعد، چون بسیاری از عزیزان پشت خط هستن، به یک تلاوت اکتفا بکنیم. انشاءالله در هر برنامه یک تلاوت گوش بکنیم. آخی نمه بردارین دیگه هفته، چون مثل شما خیلی کسای دیگه هم هستن پشت خط هستن. یک دیگه کنن. بعد یک نفر دیگه هم تلاوت بفرمایید. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیرالله از تاجیکستان. خیرالله جان. من میخواهم سوره شمس را تلاوت کنم. سوره شمس را میخوانید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها. أحسنت. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما دحاها والنفس وما سواها ونفس فألهمها فجورها بله ادامه بدین. صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله خیرا جان ماشاءالله جزاکم الله خیرا ماشاءالله احسنتم. رحمت کلام مورد در حق همه ما دعا کنید. محتاجم به دعای خیر شما. الله تعالی شما جزا خیر بده. متشکرم از تماس شما. خدا نگهدار. موفق باشید. الله یار نگهدارش. دوستان سعی کنید در سوره های آخر رو تلاوت بکنید که این سوره هایی که غالبا بیشتر همه بینندگان عزیزم حفظ هستن تو تمرینی شده باشه برای ما بتونیم که تلاوتمون رو اصلاح بکنیم. سعی بکنید عزیزان وقتی تماس میگیرید از 10 سوره آخر تلاوت کنید ان شاء الله. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ نبی جان هستم از شهر حیرتان به تماس شدیم. نبی جان از حیرتان، خوش آمدید. بله. در کدوم سوره با ما مشارکت میکنید قربان؟ سوره نساء آیه 158 تا 160. والله اگر سعی بکنید در جزء 30 تلاوت بکنید چون بیننده های عزیزم سوره های باشه که بینندگان هم بلد باشن تا تمرینی شده باشه ممنون میشم. 10 سوره آخر. بله. اگر لطف کنید از 10 سوره آخر سوره تلاوت بکنید که بینندگان عزیزم حفظ باشن تا تمرینی شده باشه برای ما مناسب تر خواهد بود. از 10 سوره آخر؟ از 10 سوره آخر هر سوره که دوست دارید انتخاب کنید. بله. درست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سعی کنید برادرم من شر سعی کنید بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره همیشه خوانده بشه. اعوذ بالله بسم الله بعد سوره. بله لطفاً از اول بخونید. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یک بار دیگه من تلاوت میکنم، با من تکرار بکنید تا بهتر بتونیم که حق مطلب رو ادا بکنیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. صبر کنید. قل اعوذ. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قاف فلق. برب الفلق. برب الفلق. روی قاف سعی کنید مقداری قاف وقتی تلفظ میکنین در مخرج قلقله داره میلرزه. برب الفلق. برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. 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 ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. وقب. بر سعی کنید یک مقداری در مخرج میلرزه. وقب. وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. شر النفاثات. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد.
ومن شر حاسد إذا حسد. احسنتم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بسیار عالی بود. بسیار عالی بود. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. بینندگان عزیز، در حروف قلقله قبلا هم یک اشاره کردم که 5 تا حرف قاف، تا، با، جیم، دال که اگر سر هم بنویسیم میشه قطب جد. این 5 حرف در وقف، یعنی در هنگام ساکن بودن، با بقیه مخارج یک کوچک تفاوت کوچولویی و کوچکی دارن. بقیه دقیقا مثلا در بحث ساکن گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نون اصلا هیچ حرکتی نداره. اما این 5 تا قاف، تا، با، جیم، دال، یک مقداری مخرج اینها قلقله میشه، یعنی یک لرزش کوچکی در هنگام تلفظ اینها هست، مثل همین مثالهایی که در سوره فلق هست یا در سوره مسد هست. اینها یک مقداری مخرج این حرف قل اعوذ برب الفلق، در خود مخرج مقداری صدا میلرزه و نه که حرکت جدیدی ایجاد بشه. این رو یک کمی دقت بکنید باشه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. خودتون معرفی میکنید؟ سلام علیکم. سلام بر شما. خودتون؟ من مهرالدین از تاجیکستان هستم. ابراهیم؟ مهرالدین از تاجیکستان هستم. مهرالدین از تاجیکستان. خوش آمدید برادرم. از کدام سوره تلاوت میکنید انشاءالله؟ من 10 ساله هستم. ماشاءالله ماشاءالله. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ کدوم سوره رو تلاوت میکنید برادرم؟ سوره نبأ. سوره نبأ. کاش از آخر میخوانید. بسم الله. از ابتدای جزء سیوم. احمد جان اگه تصویرشو داشته باشه خوبه. صفحه 582. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. متاسفانه تماسشون قطع شد. کاش تلاوتشون ادامه میدادن. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو ببندید بینندگان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادی محترم، ما در آرزوی شما و برآمد همین آزمون شما بد داریم. بله. صدای شما داره پخش میشه خواهرم. بیرتی من محمد صالح جان میخواد خوند. محمد صالح جان فرزندتون تلاوت میکنن. بسم الله. کدوم سوره رو میخونن؟ کدوم سوره میخونی؟ از سوره های آخر از قل اعوذ برب. علیکم السلام محمد صالح جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان هستم. علیکم السلام. کدام سوره؟ سوره قل والله احد. بسم الله. صدای تلویزیون رو کم بکنید، با تلفن صحبت کنید. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله محمد صالح. برادری منم میخواند. نامشان چیست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد از تاجیکستان. من میخوام سوره کافرون را بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لکم دینکم. محمد جان صدای من رو میشنوید؟ لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. ولی دین. تکرار کنید محمد جان. لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. ولی دین. ولی دین. ولی دین. احسنت ماشاءالله. لام ساکن نشه چون لام ول یدین نشه. لی دین. ولی دین. احسنتم ماشاءالله. خدا رحمت خدا شما را فقط همیشه حفظ کند و مهربانی کند. تشکر از لطف شما. متشکرم از لطف شما. الله تعالی شما را حفظ کنه. موفق باشید. سلام علیکم. علیکم السلام. در سوره کافرون عزیزان دقت بکنید که آیه آخر ول خیلی ول یدین میخونن. لام ساکن نیست، لام کسره داره. و لی دین. بله. سلام علیکم. بخونی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. بلندتر صحبت کنید. صدای شما رو من نمیشنوم. یک بار دیگر. احمد جان من صداشون خیلی ضعیف دارم، نمیدونم مشکل از طرف ماست از طرف. مقداری بلندتر صحبت کنید. گوشی تلفن نزد. ماشاءالله ماشاءالله. عمو جان نامتان چیست؟ نامتان چیست عمو جان؟ احمد جان چند ساله هستین؟ چند ساله هستین؟ 4 ساله. انس جان 4 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. احسنتم ماشاءالله. بسیار عالی بود. تشکر از تماس شما. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. بفرمایید بیننده گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهرم؟ فرهنوش هستم از تاجیکستان. خواهر فرهنوش از تاجیکستان. خوش آمدید. در کدوم سوره با ما مشارکت میکنید خواهرم؟ سوره فلق رو میخوام تلاوت کنم. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. احسنتم ماشاءالله. بسیار عالی بود. ماشاءالله. الله تعالی شما رو نگه داره. متشکرم از تماس شما. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام مخاطب باشی خدمت برادران گرامی به سر زحمت می‌کشم. به خصوص استادم آقای سلیمانی دانشمند قواس دریای علم. ببخشید میخواستم آیه از سوره مبارکه یاسین بخونم. اجازه دارید؟ چرا که نه عمو جان بفرمایید. کدوم سوره رو فرمودید؟ یاسین. سوره یاسین رو میخواد تلاوت بکنید. بسم الله. بله بخونم. بسم الله.
صفحه 440 هست احمد جان، اگر بتونی پیدا کنید برامون. بسم الله، شما تلاوت کنید. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز لتنذر قوما ما وقع عليهم فهم لا يتقون فهم قاتلون حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وإغلالا فهي إلى الأسفل فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. احسنتم. صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله عاطفه خانم ماشاءالله. شما چقدر از قرآن حفظید؟ چند تا سوره حفظید؟ حساب نکردم. متوجه نشدم چقدر فرمودید؟ حساب نکردید؟ حساب نکردم. بله. حساب نکردید. ممنون هستم واسه شما. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. ماشاءالله. ببخشید خواهشم تجدید خواهد را توضیح بدید. اگه من اون بگم میگم باز معنی اون رو گردیده میشه. اگه بگم کل میگم کل معنیش اینه که بخور. میگم بگم کل یعنی معنیش که بگو. نه قل عاطفه خانم، قل یعنی بگو، کل یعنی بخور. خیلی فرق میکنه قل با کل. کاف که شد معنیش کلا عوض میشه. قل یعنی بگو، کل یعنی بخور. خیلی فرق میکنه این دو تا با. متوجه شده از توضیحات خوبتون. متشکرم. ممنونم. ممنون از همیشه شما و مدیر شبکه. متشکرم. حیات الله. خدا نگهدار. ماشاءالله 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 ماشاءالله. احسنت. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. حقیقتش من در برابر فصاحت بیان این خواهر ماشاءالله بزرگوار، گرچه لحاظ سنی شاید سنشون کم باشه، اما لحاظ ماشاءالله شخصیت، لحاظ سخن گفتن یک سخنورن ماشاءالله. در برابر فصاحت لهجه ایشون و شیوایی کلامشون من که حقیقتش عاجزم، کم میارم در برابرشون. الله تعالی ایشون رو برای خانواده‌شون و برای امت اسلامی حفظ بکنه. سلام علیکم. به خوانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ من محمد اشرف هستم از تاجیکستان. محمد اسلم جان از تاجیکستان. خوش آمدید محمد اسلم جان. در کدوم سوره تلاوت میکنید؟ من محمد اشرف از تاجیکستان. خوش آمدید. کدام سوره را میخوانید؟ محمد اشرف. من میخواهم سوره حمد را بخوانم. سوره حمد را میخوانید. بسم الله. رحمت خدا. من میخواهم سوره حمد را بخوانم. بسم الله. سوره حمد. بسم الله شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظیم. تکرار میکنید؟ محمد اشرف جان آیا آخر یک دفعه تکرار بکنید با من؟ غیر المغضوب عليهم ولا الضالين.
عليهم ولا الضالين. احسنتم، ماشاءالله، بسیار عالی بود، ماشاءالله، احسنت، ماشاءالله. تشکر از تماس شما. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. بیننده گرامی با تلفن صحبت کنید. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ شبکه وصال حق سلیمانی هستم و صدای شما داره در استودیو پخش میشه. خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ من نصیب الله هستم از تاجیکستان. یک بار دیگه بلندتر صحبت کنید. نصیب الله هستم از تاجیکستان. نقیب الله جان از تاجیکستان، خوش آمدید برادرم. در کدام سوره با ما مشارکت میکنید؟ ما سه ماه بازم میدونیم. شما تلویزیونتون رو لطف کنید صداش رو ببندید، با تلفن صحبت کنید یا از تلویزیون فاصله بگیرید. از سوره حمد رو بخونید. بسم الله، شروع بفرمایید. اعوذ بالله. متاسفانه تماسشون قطع شد. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ بیننده گرامی با تلفن صحبت کنید. خودتون معرفی میفرمایید؟ عبدالله هستم از افغانستان. عبدالله؟ از افغانستان. عبدالله جان از افغانستان، خوش آمدید. کدام سوره تلاوت میکنید برادرم؟ سوره حمد را. سوره حمد رو تلاوت میکنید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب. متاسفانه تماسشون هم قطع شد. اما جا نمیدونم تماس داره پشت سرم قطع میشه، اگه بررسی بکنید. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفهمید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ دعوت قرائت داره. برنامه روخانی قرآن کریم سلیمانی هستم و صدای شما در حال پخش در استودیو هست. خودتون رو معرفی کنید قربان. سلام بر شما، با تلفن صحبت کنید، بفرمایید. خوش آمدید. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ سوره مجادله. قد سمع الله. اگر امکانش باشه از آخر تلاوت کنید، 10 سوره آخر، که بینندگان عزیز هم حفظ باشن. حالا بیننده‌های کوچولو که تماس میگیرن ما زیادشون گیر نمیدیم. همو یکم وای خودش همو یک 4 خط خون میشه و بسم الله. میشه و بسم الله، شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم
وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. أحسنتم ما شاء الله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أحسنتم ما شاء الله. الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بسیار زیبا بود. انشالله که الله تعالی از این صدای زیبایی که به شما عطا فرموده این توفیق رو هم به شما بده که بیشتر و بیشتر و بیشتر در راه قرآن کریم استفاده بکنید انشالله. متشکرم از تماس شما. متشکرم از تماس شما. الله تعالی به شما توفیق بده که بیشتر و بیشتر به قرآن کریم خدمت بکنید با صدای زیبایی که الله تعالی به شما نصیب کرده انشالله. متشکرم از تماس شما. سلام علیکم، رخانی قرآن کریم بفرمایید. بله سلام، ایدش کریم سوری از افغانستان متماس شدم. از افغانستان خودتون معرفی میکنید، اسمتون رو هم لطف میکنید بگید. ادریس کریم سوری از افغانستان متماس شدم. ادریس جان از افغانستان، کدوم سوره رو تلاوت میکنید ادریس جان؟ سوره اخلاص. سوره اخلاص، بسم الله. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. ادریس جان یک بار دیگه با هم بخونیم، آرامتر بخونید، یک مقداری آرامتر. تلاوت شما صحیح بود، یک مقداری آرامتر بخونید زیباتر خواهد شد. من میخونم شما تکرار بکنید باشه؟ باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تکرار کنید شما. قل هو الله. نه، من هرچی که من خوندم شما تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بگید شما بسم الله رو تکرار بکنید. تماسشون متاسفانه قطع شد. عزیزان دقت بکنید در تلاوت، سعی کنید زیاد عجله نکنید، تون نخونید تلاوت رو تا میتونید آرومتر بخونید، یعنی زیاد هم مثل قرائت‌های مجلسی نشه، اما خب زیاد عجله کردن در تلاوت سبب میشه که انسان در حرکت ها اشتباه بکنه و در مخارج حروف هم که به طریق اولا دچار مشکل خواهد شد. سلام علیکم، رخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم، از جرمنی گپ میزنم. دخترم اوربل جان سوره نصر برتان میخوانه. بسم الله. سوره اذا جاء نصر الله رو میخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. احسنتم، ماشاءالله ماشاءالله. چند ساله هستین عمو جان؟ فارسی صحبت کردن نمیتونه، 4 ساله هستن. 4 ساله هستن. الله تعالی ایشون رو برای شما حفظ بکنه و برای امت اسلامی. ماشاءالله بسیار زیبا بود، هم لهجه تلاوتشون هم تلاوتشون. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. واقعا چقدر زیباست وقتی که یک طفل معصوم با اون زبان کودکانه خودش انقدر زیبا قرآن رو تلاوت بکنه. واقعا اشک از چشم انسان جاری میشه حقیقتا و جای افتخار داره حقیقتا و جای تبریک داره که من تبریک بگم به همه پدران و مادرانی که فرزندان خودشون رو در راه قرآن کریم از اونها استفاده میکنن و این استعدادها رو شکوفا میکنن در راه قرآن. بله، تعلیم علوم روز، تعلیم هنرهای مختلف، به هر حال اینها به جای خودش محفوظ، اما هیچ هنری، هیچ علمی، هیچ ارزشی، هیچ ثروتی بالاتر از قرآن کریم و تعلیم قرآن کریم نیست بدون شک برای یک انسان مسلمان. و انشاءالله همه عزیزان در هر گوشی از دنیا که هستن این رو مد نظر دارن حتما و اولویت ما باید برای فرزندانمون تعلیم و آموزش کلام الله مجید باشه. سلام علیکم، رخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مغربی هستم از تاجیکستان. سوره فاتحه را میخونم. سوره فاتحه رو محیدین جان از تاجیکستان تلاوت میکنن. گوش میسپاریم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احسنتم ماشاءالله. بسیار زیبا بود. بسیار زیبا بود. ماشاءالله. الله تعالی به شما جزای خیر بده. لذت بردیم از تلاوت زیبا شما. متشکرم هستم واسه شما. موفق باشید. الله یار نگهدار شما. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطف کنید از تلفن صحبت کنید و صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. بفرمایید. وصال حق است. وصال حق است و صدای شما در حال پخش است در استودیو. بفرمایید. خودتون معرفی میکنید؟ بله، اسم ما عبیدالله از عربستان سعودی جواب میدم. امیدالله جان از عربستان سعودی از بلاد حرمین. خوش آمدید عبیدالله جان. بله. خوش باشید. خداوند موفق داشته باشید. در کدوم بخش با ما مشارکت میکنید؟ در چه سوره ای؟ در بخش قرائت قرآن شریف. سوره قارعه رو دخترک اومد میخوانه براتون. سوره قارعه رو تلاوت میکنن. چشم. اسمشون رو هم میگین؟ چند ساله هستن دخترتون؟ بله، اسمش عالیه است. عمرش 7 ساله. عالیه خانم 7 ساله هستن. بسم الله. بله. أنا بنسمعها بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. احسنتم. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار زیبا بود. بسیار عالی بود. ماشاءالله علی خانم. ماشاءالله. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. ماشاءالله. بسیار زیبا. تشکر هستم از شما. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم. بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی. بفرمایید. خودتون معرفی میکنید؟ مثل که صدای من ندارید. بله سلام. سلام علیکم. خودتون معرفی بفرمایید. سلام علیکم. خودتون معرفی بفرمایید. از افغانستان. سحر خانم از افغانستان. اگر گوشی روی آیفون گذاشتید صدای من برمیگرده به خودم. کدوم سوره تلاوت میکنید؟ سوره طلاق. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. احسنتم. ماشاءالله. ماشاءالله سحر خانم. بسیار خوب بود. احسنت. ممنون هستم واسه شما.
موفق باشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفهمید. سلام بر شما، بفهمید. بیننده گرامی سلام صحبت علیکم و بفرمایید. رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ مراد الله هستم از تاجیکستان میباشم. مراد الله از تاجیکستان. کدام سوره را تلاوت میکنید مراد الله جان؟ سوره فلق را میخوام به شما قرائت کنم. بسم الله. شما آخرین بیننده ما هستید. سوره فلق رو مشاهده گوش میکنیم از شما. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظیم. احسنتم. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار زیبا بود. ممنون از تماس شما. متشکرم. تماس ها همچنان ادامه داره. پشت سر هم تمام خطها پره، اما وقت ما به پایان رسید و در پایان از همه عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید تشکر میکنم. از همه عزیزانی که میدونم شاید چندین هفته است مثل برادری که گلایه کردن پشت خط موندن معذرت خواهی میکنم. به هر حال ما هر چقدر هم وقت برنامه رو طولانی بکنیم باز هم عزیزانی پشت خط میمونن و نمیتونیم که تمام تماس‌های شما عزیزان رو، هزاران تماس هست، نمیتونیم ما در این وقت محدود بگیریم. الله تعالی جزای خیر به همه شما عزیزان عطا بفرماید و در پایان از الله متعال خواهانیم که پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان و همه موحدین رو که از جمع ما به